بعضی‌ها میگویند که خیر و احسان تنها برای اشخاص ثروتمند و دارا است. سوال ما این است: آیا هر کس میتواند خیر کننده باشد یا که در کارهای خیر سهم گذارد با وجود آن که یک دست نارسا یا که مشکلی دارد؟ خیر احسان فقط به مال و دارایی اشیا یا غناوت انسان مربوط نیست. هر نفس میتواند انسان خیرخواه باشد و خیر کننده باشد و احسان کننده باشد. در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه تبسم تو در چهره برادرت صدقه است. این دیگه صدقه معنوی است و با یک زنگ تلفن میتونی تو صدقه کنی. از حال کسی پرسیدن، از حال کسی با خبر بودن و پیام خوبی رو به جای دیگر رساندن، احسن و آفرین گفتن، بین دو آدمی در قهر بوده سازش آوردن که پروردگار در قرآن میگه و صلح و خیر، صلح همه سر تا سر خیر و برکت است. فقط صدقه به مال و اشیا و متاع محدود نیست. هر انسان حتی در فکرش میتواند خیر باشد، صدقه کننده باشد. کسی درست تأمل کرده میتواند همیشه در افکارش افکار مثبت دارد، نیکندیش است، خیراندیش است، یا تلاوت کننده و قرائت کننده است، مطالعه میکند. این افکارش همیشه سازنده است. برای این صدقه فقط به مال محدود نیست. هر کسی اگر با نیتش، حتی نیت پیش از اون که به عمل دست بزند، اگر نیت نیک کند در نامه اعمال یک ثواب نوشته می شود. مثلا نیت میکند که فردا یا پس فردا فلان کتاب رو مطالعهش رو آغاز میکند، هنوز آغاز نکرده است لیکن ثواب میگیرد. این یعنی صدقه است. این سازش همیشه صدقه است، خود سازش در معنا باشد خود در ماده. این خوب است کسی دارنده صدقه میکند، اما نادار باید مایوس ناامید نشود که نیت نیک، سخن نیک، چون قرآن میگوید و سازشی بین یکدیگر، قهر رو بخشیدن، همه اینا صدقه هستند.